سلام دوستان، عزیزاللهی هستم از دفتر ارزیابی شنوایی فردی است. امروز میخوام در رابطه با کم شنوایی ناگهانی یا سکته گوش با شما صحبت بکنم. حالتی که فرد شب میخوابه، صبح بیدار میشه، میبینه که یه گوشش نمیشنوه یا کلا ناشنوا شده، یا اینکه حالا یه درصدی کم شنوایی پیدا کرده، اما چیزی که هست یه تغییر بزرگی نسبت به روزهای قبلش احساس میکنه. این حالت رو ما بهش میگیم کم شنوایی ناگهانی یا همون سکته گوش. درسته که سکته ای واقعا رخ نداده، اما چون این کم شنوایی یک دفعه ایجاد میشه، شبیه یه سکته میمونه و گوش یک دفعه قطع میکنه، ما به صورت عامیانه اصطلاح سکته گوش رو هم براش میگیم. در چنین شرایطی درمان این موضوع به حالت و شبیه یک سکته باید به صورت اورژانسی باشه. اگر تو چند ساعت اول یا نهایتاً توی چند روز اول اقدام درمانی مناسب برای فرد انجام نشه، ممکنه که شنوایی هیچ وقت برنگرده. اگر شنوایی برنگرده، یا باید باقی عمر رو به همون شکل فرد مدارا بکنه، یا اینکه باید از وسایل کمک شنوایی مثل سمک استفاده بکنه. بنابراین خیلی مهمه که زمان از دست داده نشه. علت اصلی که من این ویدیو رو دارم میسازم همین هستش که این آگاهی رو به شما بدم که اگر خدایی ناکرده با چنین شرایطی مواجه شدین، حتما به صورت فوری و اورژانسی با پزشک متخصص گوش حلق و بینی مشورت بکنید، یا با دفتر شنوایی شناسی مشورت بکنید که اون ارجاعات لازم رو به شما بدن و راهنمایی لازم رو به شما بکنن. ما گاهن میبینیم که فرد زمان رو از دست میده به جهت اینکه مثلا میگه که من فکر کردم که گوشم جرم گرفته، به خاطر همین چند روز بعد مراجعه کرده به پزشکی که بخواد برای شستشوی گوش انجام بده و میبینه که اصلا جرم نداشته. یا اینکه فرد فکر میکنه که مثلا شاید سرما خورده، صبر میکنه تا این مسئله خودش حل بشه و میبینه حل نمیشه. یا اینکه ممکنه که گرفتاری داشته باشه، به تعویق بندازه، اقدام فوری نکنه، چند روز بعد که به دکتر مراجعه میکنه ممکنه با این جمله مواجه بشه که ای کاش زودتر اومده بودی، دیر اومدی. چون زمان از دست رفته، اون دوره طلایی درمان از دست رفته، اقدام دیگه موثر نیست. حالا حتی اگر درمانی هم انجام بشه، احتمال و امید اینکه اون شنوایی بخواد به حالت اولش برگرده خیلی کمه. پس من از شما خواهش میکنم که اگر خدایی ناکرده در چنین شرایطی قرار گرفتین، اول از همه زمان رو از دست ندین. دوم اینکه حتما ارجاعتون به متخصص گوش حلق و بینی باشه یا مشورت با دفتر شنوایی شناسی باشه، به خاطر اینکه گاهن دیدیم افرادی رو که مراجعه به پزشک غیر متخصص تو این زمینه کردن، خب با تشخیصی که صحیح نبوده، درمان هایی که براشون انجام شده موثر واقع نشدن و بعد که به پزشک متخصص مراجعه میکنن میبینن که زمان از دست رفته. بنابراین من هم از شما مردم خوب این خواهش رو دارم که در چنین شرایطی هم زمان رو از دست ندید و هم اینکه به پزشک متخصص مربوطه مراجعه بکنید، هم اینکه از همکارای پزشکمون این خواهش رو دارم که در صورتی که فرد به صورت ناگهانی دچار کم شنوایی شده بود، این خیلی مهمه با فردی که به مرور زمان و کم کم دچار کم شنوایی شده. اگر در تاریخچه گیری دیدیم که فرد به صورت ناگهانی دچار کم شنوایی شده، حتما این فرد رو به متخصص گوش حلق و بینی ارجاع بدیم که در کوتاه‌ترین زمان بتونه درمانش رو بگیره و انشاءالله که شنواییش به حالت اول برگرده. خیلی ممنون.